بیا تو. ببخشید نریمان خانم، انگار برای ساغر یه بسته اومده بود. چی بوده؟ کی فرستاده بود؟ هدیم خوب برات خبرچینی میکنه. اگر شما مدیر هستین منم دستیارتون هستم، حق دارم بدونم. یه بسته بینامونشون اومد که این تلفن توش بود. خدا میدونه میخواستن زنگ بزنن این بچه رو به چه راهایی بکشونن و بعدش هم خدا میدونه چه بلایی سرش میآوردن. اگه به هدیه بود همینجوری بی فکر میبرد میداد بهش، بی عقل. ولی من به موقع دخالت کردم. کار خیلی خوبی کردین. میگم بهتر نیست به پلیس بگیم؟ اونا میتونن بفهمن کی اینو فرستاده. بله البته. فردا صبح پیش از این که بیام میبرم پیش پلیس. باشه، خسته نباشی. از مال خودم قشنگتره. خودم برش دارم نه؟ سوگل! ساغر، صدا خانم اینا میخوان منو به سرپرستی بگیرن. چی گفتی؟ قبول که نکردی مگه نه؟ هنوز جوابی ندادم ولی احتمالاً قبول میکنم. یعنی میخوای منو اینجا تنها بذاری؟ نه، خونشون به اینجا خیلی نزدیکه. هر روزم تو مدرسه همدیگه رو میبینیم. تازه میدونی بهم چی گفتن میتونی دوستاتم بیاری، تو رو میتونم ببرم. ولی سوگل هر چی باشه اینجا موندنت فرق داره. خب منم دوست دارم یه خانواده داشته باشم. خیلی خودخواهی، همش به من میگی ولی خودخواه توی. مگه نگفتی ما خواهری؟ مگه تو نبودی میگفتی که ما خانواده همین؟ خب معلومه که همینطوره. ما هیچ وقت از هم جدا نمیشیم. تو جون منی. آره فقط روزا شبا ساغر باید دوباره برگرده تو یتیم خونه، ولی سوگل خانم میره خونه جدیدش پیش خانواده‌اش مگه نه؟ خیلی خب نمیرم. میگم نمیام، تموم میشه، میره پی کارش. آخرش میندازیش تقصیر من. لازم نکرده، تو برو. معلومه که میرم. تو زندگیم یه بارم یه قدم برای خودم برمیدارم. منم قرار نیست اینجا بمونم. الو خاله صدا جون، من فکرامو کردم. قبول میکنم که شما سرپرستم باشی. وای سوگل انقدر خوشحالمون کردی که حد نداره. فردا بعد از ظهر میایم فرما رو امضا میکنیم. تو هم مسائل تو حاضر کن. باشه میبینمتون. میبینمت سوگل جون. میخوام یه چیزی بهت بگم ولی قول بده مسخرم نکنی باشه؟ باشه. وقتی کلاس اول ابتدایی بودیم فکر میکردم عاشقت شدم. بذار منم بهت بگم. منم خیلی از تو خوشم میومد ولی خجالت میکشیدم بهت بگم. یعنی میتونستیم با هم دوست باشیم؟ آره میتونستیم عشقای بچگی هم باشیم. خیلی خوب. ازت ممنونم که امروز کنارم بودی. فعلا. این چه حرفیه؟ فعلا. امروز پیش سرکان بودی؟ با هم رفتیم سر مزار مامان و بابام. شما دوستای خوبی بودین مگه نه؟ هنوزم هستی.
ولی میدونی انگار یه تغییراتی توی احساسات من ایجاد شده. راستش نمیدونم. امروز کنار اون خیلی حس خوبی داشتم. ایلول، میدونی انگار دارم عاشق سرکام میشم. جدی؟ چه خوب. امیدوارم همیشه خوشحال باشی. خدا کنه. بیا دختر. مسعوده، بیا اینو بگیر. فردام برو خرید. این بچه احتیاج به ویتامین داره. سوپ و بلغور و اینا که ویتامین نداره. بگیر. این پول از کجا آوردی؟ با بچه ها رفتیم تو کار خرید و فروش ماشین. اینو پیش پرداخت دادن. به خاطر تو یه پایان جدید برای این رمان نوشتم. چرا همچین کاری کردی؟ آخه گند زدم به سورپرایز آخرش. گفتم شاید این یکی رو بپسندی. وسایل تو گذاشتی تو چمدون؟ چمدون؟ مگه نمیدونین داره میره؟ نه بابا، ساغر الکی بزرگش میکنه. دخترا، خاله صداینا میخوان سرپرستیمو قبول کنن. وای خیلی برات خوشحالم. آدمای فوق‌العاده‌ای ام. پس تو هم بالاخره یه تکیه‌گاه پیدا کردی. آره خیلی خوبه نه؟ دارم بهتون میگم سوگل داره میره. چرا خوشحال شدین؟ یعنی شما اصلا دوستش ندارین؟ هر جا بره دنبالش میریم. قرار نیست که ولش کنیم. دقیقاً. مارال، تو فردا مسابقه داری مگه نه؟ آره، مگه چیه؟ مگه چیه؟ اصلا یادمون رفته بود. چی کار کردی؟ آهنگتو تمرین کردی؟ چی قراره بپوشی؟ بدون تمرینم میتونم. زیاد برا مهم نیست. وای، اعتماد به نفس دوستمونو ببین. یعنی قراره اول بشی دیگه. آفرین دختر خوب. تو نماینده همه مایی. این خیلی مهمه. ایلول، میگم تو یه لباس گلدار خوشگل داشتی، اونو بده مارال بپوشه. منم یه دستبند چرم دارم. دوست داری اونو بندازی؟